گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 66. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. نزاع‌های فیادالان، عبدالله دو و جمع کردن ملک‌های خاصه. اکادمیک بابا جان غفورov می نویسد که تاریخ سیاسی حکومت شیبانیان در ماوراء النهر به 3 مرحله تقسیم می شود. مرحله اول از اشغال ماوراء النهر توسط شیبانیان آغاز یافته تا سالهای 40 عصر 16 ادامه می یابد. مرحله دوم از مرگ عبیدالله خان 1539 آغاز شده تا ابتدای سالهای 80 عصر 16 ادامه می‌یابد. این دوره جنگ‌های داخلی و اسیان و شورش‌ها در ماوراء النهر بود. بعد از وفات عبیدالله خان به اثر حاکمیت ماوراء النهر، عبدالله خان یک 1539 1540 پسر کوچکنچه خان می آید و به 2 حاکمیتی در ماوراء النهر آغاز می بخشد. دولت دچار بحران شدید سیاسی گردیده، روندی به ولایت‌های علاهده تقسیم گشتن آن آغاز می‌یابد. همین طور در بخارا عبدالعزیز خان 1540 1550 پسر عبیدالله خان و در سمرقند عبداللطیف 1540 1552 پسر سیومی کوچکنچه خان خان انتخاب شده، سمرقند برتری سیاسی از بخارا را کسب می کند. این زمان براق خان پسر سیونج خواجه خان در تاشکند و پسر جانبک پیر محمد خان در بلخ و اسکندر خان در میانکال و در حصار تیمور احمد سلطان حاکمی مستقل بودند. و جنگ‌های داخلی حاکم تاشکند براق خان که در سرچشمه‌های تاریخی با نام نوروز محمد خان نیز ذکر شده است آغاز بخشید. او سال 1540 به جانب بخارا که در آنجا عبدالعزیز پسر عبیدالله خان حاکم بود لشکر کشیده شهر را اشغال کرد. عبدالعزیز به جانب بلخ فرار کرد. غلبه براق خان در بخارا را خواجگان جویباری در شخص خواجه اسلام که نقش مهمی در کارهای سیاسی و دینی ماوراء النهر داشت نپذیرفتند. دیر نگذشته با کمک خواجه اسلام عبدالعزیز دوباره به تخت بخارا نشست. سال 1550 عبدالعزیز وفات کرد و به جای او یار محمد سلطان حاکم بخارا اعلان گردید. سال 1551 حاکم بلخ پیر محمد خان بخارا را اشغال نمود و یار محمد به سمرقند پناه برد. حاکم سمرقند عبدالعزیز همراه با براق خان و بخارا لشکر کشید.
همین طور در سالهای 40 عصر 16 برای تخت و تاج میان خانها و سلطانهای شیبانی شدیدترین مبارزه ها آغاز شد. در این مبارزه ها پسر حاکمی میانکال اسکندر خان عبدالله سلطان نیز وارد شد و به دستگیری و کمک خواجه اسلام رقیبان خود را از صحنه مبارزه دور انداخت. سال 1557 او بخارا را اشغال نموده به اشغال ملک‌های دیگر شروع کرد. سال 1561 عبدالله سلطان پدر خود اسکندر خان را خان اعلان کرد. از سال 1561 شهر بخارا دوباره پایتخت دولت شیبانیان گردید. با وجود اینکه خان اساسی اسکندر خان بود، اما همه کارهای نظامی، سیاسی و اجتماعی در دست پسر او عبدالله سلطان قرار داشت. عبدالله شیبانی در نتیجه مبارزه های شدید توانست ولایت های ماوراءالنهر را زیر فرمان حکومت مرکزی آورد و ثابت قدمانه به کار جمع کردن ملک های خاصه آغاز نمود. سال 1573 بلخ، سال 1574 حصار، اوراتپه و خوجند، سال 1578 سمرقند و نهایت سال 1582 تاشکند را به تحت تصرف خود درآورد. سال 1583 پس از وفات پدر عبدالله با نام عبدالله خان دو حکمران مملکت اعلان شد. حاکمان بدخشان اتفاقچی حاکم حصار بودند. عبدالله سلطان برای یورش به سوی بدخشان تیاری می‌دید. دستاوردهای نظامی او را فهمیده حاکم این ملک شاهرخ میرزا تابعیت خود را به عبدالله سلطان اظهار نمود. با همین مردم بدخشان از جنگ و خونریزی و غارتگری ایمن ماندند. تابعیت حصار و بدخشان به عبدالله سلطان تابعیت ختلان را نیز تأمین نمود. سال 1584 عبدالله خان به جانب تخارستان و بدخشان لشکر کشید. طالقان، بغلان، نارین، اندراب و قلعه ظفر را اشغال کرد. 1 ایول سال 1584 قلعه کلاب تسلیم شد و تمام محافظان آن به قتل رسیدند. در نتیجه یورش سالهای 1587 1588 به خراسان شهر هرات و ولایت آن به دولت شیبانیان همراه کرده شد. بعد اشغال هرات عبدالله خان همراه قسمت اساسی سپاهش به غرب و جانب شهر دیگری مهم خراسان مشهد روانه گردید. اما ایام حضور سپاه عبدالله خان در اطراف مشهد دیر دوام نکرد. این زمان بود که قبیله های دشت قبچاق به سرحدات شمالی دولت شیبانیان هجوم آوردند و عبدالله خان با خراب نمودن و ویرانی اطراف پایتخت خراسان غربی اکتفا نموده مجبور شد به ماوراءالنهر برگردند. همین طریق تا سال 1593 قسمت زیاد خراسان زیر فرمان حکومت عبدالله خان شیبانی گذشت. دوم، مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی، مالکیت و استفاده زمین. در عصر 16 اساس اقتصادی را زراعتکاری و زمینداری تشکیل می‌داد. زمین بیشتر در دست دولت بود. خان یا سلطان به کسی که می‌خواست زمین را انعام می‌کرد. بیشتر زمینداران اعضای سرشمار خاندان شیبانیان بودند. در ماوراءالنهر عصر 16 چنین نوع زمین‌ها موجود بودند. زمین‌های دولتی که با نام مملوک پادشاهی یا سلطانی ذکر می‌گردیدند و زمین‌های خصوصی که ملک حر خالص، ملک عشری و ملکی نامیده می‌شدند. مملوکه پادشاهی و یا زمین‌های دولتی زیر نظر وزارت مالی که دیوان مالی نامیده می‌شد قرار داشت. در عصر 16 در زمان حکمرانی شیبانیان
زمین‌های پادشاهی از طرف اعضای خاندان خانی و اشراف قبیله‌های کوچمنچی اداره می‌گردید. این زمین‌ها از جانب کشاورزان سهمکار با شرایطی دادن خراج به خزینه کشت می‌شدند. درآمد از زمین‌های دولتی میان حاکمان شیبانی در شکل معاش، کمک مالی و تحفه تقسیم شده، دولت می‌توانست زمین‌های پادشاهی را فروشد و یا انعام کند. زمین‌هایی که به خان تعلق داشتند ملک خاص و یا املاک خاص نامیده می‌شدند. این نوع زمین‌ها از میدان‌های حاصلخیز، چراگاه‌های پرعلف و ممنوعگاه‌های عبارت بودند که وضعی به خود خاص داشته، درآمد آنها تنها به خرج شخصی خان استفاده می‌گردیدند. زمین‌های خصوصی که با نام ملک یاد می‌شدند به سه نوع جدا می‌شدند. ملک حور خالص، صاحبان چنین ملک‌ها از پرداخت انداز دولتی آزاد بوده، همه درآمد در دست صاحب زمین بود. ملک عشری، چنین نوع استفاده بری از زمین بود که از 1 حصه عایدات آن به فایده دولت و قسمتی باقی ماندهش به نفع صاحب زمین استفاده می شد. ملکی، این نوع زمین به استحصال کننده ها، دهقانان، کاسبان و روحانیان کم بضاعت مربوط بود که خود آنها در این زمین ها کار کرده حاصل می گرفتند. وضع دهقانان صاحب ملک نظر به دهقانان اجاره‌کار بهتر بود. این چنین آنها نظر به قسمت باقی مانده کارندگان زمین 1 درجه امتیازها داشتند. در عصرهای میانه نمایندگان اشراف که به وظیفه‌های بلند دولتی تعیین می‌گردیدند، به خاطر جانبدار همیشه بودن به دولت از طرف خان، ولایت‌ها و منطقه‌های را به انعام می‌گرفتند. چون این ملک‌های انعام شده در عصر 16 سویورغال نامیده می‌شد. سویورغال از پدر به پسر به میراث می‌رسید. صاحبان سویورغال می‌توانستند در نوبت خود 1 قسم ملک دولتیشان را به اعیان و اشراف تقسیم کنند. این انعامی را که برای خدمت حربی داده می‌شد در این عصر اکثراً تنها و اقطاع می‌نامیدند. در عصر 16 ذخیره زمین‌های وقف از حساب زمین‌های ملک و زمین‌های ملک حر خالص زیادتر گردید. مقدار زیادی مسجد، مدرسه و خانقاه‌ها در این دور ساخته شدند که آنها با زمین‌های وقف تأمین می‌گردیدند. زمین و املاک وقف در اختیار متولی بود. اکثر دهقانان زمین کم داشتند، ولی زمینداران نیز بودند که زمینی کاشته‌شان در حدود 1 جناحیه یا ولایت جایگیر بود. یکی از زمینداران معروف آن دور خواجگان جویباری بودند که نه تنها در حیات اجتماعی بلکه در نظام سیاسی شیبانیان نیز نفوذ زیاد داشتند. در آسیای میانه عصر 16 زمینداری جماعوی، آبشینگی و باقی مانده های محکمی جماعه هنوز دوام میکرد. احوال دهقان جماعه از دهقان اجاره‌نشین خیلی کم تفاوت داشت، ولی او را چنین 1 امتیاز بود. او می توانست از حقوق 1 نوع اجاره دائمی استفاده نماید و بی مهلت به کشت زمین مشغول شود. در شهرهای آسیای میانه نیز همان کاتگوری‌های مالکیت زمین که در دهات وجود داشت عمل میکرد. چنان که از سندهای رسمی آن وقته برمی آید 1 حادثه هم به شهر و هم به دهات خاص بیش از پیش به دستی اعضای خاندان سلطنتی، اعیان و اشراف و روحانیان عالی رتبه فی‌عددی جمع شدن مالکیت زمین می باشد. هم در شهر و هم در دهات این حالت از حساب خانه خراب شدن ملکداران خرد و حتی میانه به وقوع می آمد. برابر این در شهرها حادثه دیگر به دست فی‌عدلان در آمدن دکانهای کاسبی، کارگاه‌های هنرمندی و منزل‌های اقامتی به عمل می آمد.
باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 66. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.